حاصل این عالمی ویرانه را بر من بگو. در خلا جست بیگمان محصول آن بی گفتگو. می دوی هر صبح و شامی از پی ها و هوس. عاقبت اندر اسارت می گیرد چون در قفس. تا کجاها می دوی و تا کجاها می پری، یا چگونه سوی الله نور ایمان می بری. هر کسی را بهر کار جان شیرین ساختند، در خمیر آفرینش امتحان انداختند. مقصدی این آمدن ها بهر روزی رفتن است. این گذرگاه عاقلان را در نگاه چون گلخن است. قامتی اقبال الها خم نگردد در گناه، ورنه می گردد دو عالم داده حال تباه. حاصل این عالمی ویرانه را بر من بگو. در خلا جست بیگمان محصول آن بی گفتگو. می دوی هر صبح و شامی از پی ها و هوس. عاقبت اندر اسارت می گیرد چون در قفس. الله سبحانه و تعالی آخرت هر یک ما و شما را بخیر گردانه و از غفلت دنیا و از غفلت شیطان و از غفلت نفس در حفظ و امانت خودش نگه داشته. گناه های ما را مغفرت، توبه های ما را مقبول و دعاهای ما بندگان پر از گناه را لایق مستجاب گرداند. و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.